از این پس تمامی سرود و کلیپترانه‌های حافظان بعد گرفتن اجازتنامه ریاست فرهنگ ولایت سوخت طریق تلویزیون و رادیو پخش کرده می شود. در این باره بختیار قاسمов سردار ریاست فرهنگ ولایت صبح امروز سنه 7 فوریه هنگام بررسی فعالیت شورای بدیعی در ولایت اطلاع داد و تاکید کرد که سالهای آخر زیاد شدن کلیپترانه‌های سست مضمون، متن‌های ضعیف و آهنگ‌های سبک در افیر رادیو و تلویزیون‌های دولتی و محلی باعث تأسف شده است. این حالت باعث پیدا شدن هر گونه سوال به سراغ نهادهای مربوطه ساحه شده ایستاده است. وقتی که شما می‌دونن که یعنی چیزی دیسکی تیار می‌دارن شما یا اینکه میگن که من مثلا خاصه وقتی آفیس باشم میگم که من می‌خوام کلیپ کنم. شما شرطنامه می‌بندید تا موارش می‌گیرید نه همون شرطنامه‌تون بیام بعد می‌گفتم که اشعاری بدیعی حتما گذاشته نشده. اول شعرش که کلیپ خودتون می‌کنید این خودتون نمی‌دونید اگر شما خودتون میگی حتما شعرش پیشنهاد می‌کنید آهنگش پیشنهاد می‌کنید یعنی سروده دیسک کنید فلش کنید خیلی آسان شده الکترونیک پشته هست این پرتویتون آگاه می‌کنید که ما پرتویتیم یا اون بینیتون ما یک موقع دو مراتبه همین شورای بدیعی جمع می‌کنیم جمع کرده یا بار همشه گوش کرده دیده خلاصمون میدیم اگر ما روزی باشیم ما روزگی خودمون میدیم یعنی اونجوری امضایش رئیسی که مطلبی سمدوان میشن اونجوری امضای خودی سرداری کمیته تلویزیونی ولایت میشود امضای سردار ریاست فرهنگ میشد حتی کتاب رئیسی شورا زینالله عظیمی معاون رئیسی ولایت میشود. محض پیدا شدن این گونه سر و صدا و ایراد مسئولان و تماشابینان سبب گردید که ریاست فرهنگ پخش سرود و کلیپترانه‌های حافظان را به ترتیب درآورد. رهبریت فرهنگی ولایت تاکید کرد که همه حافظان از این پس بعد گرفتن اجازتنامه شورای بدیعی نزد ریاست فرهنگی ولایت امکان دارند که سرودشان را طریق تلویزیون‌های دولتی و محلی نمایش دهند. تلویزیون و رادیو نیز برای به نظام درآوردن این حالت باید با شورای بدیعی همکاری کند. اگر از ما هم شروع بده کنیم همه خودش بکنند همه فهمیش خودش کی باید میکنند همون ثبت میکنند یا همون تکتوان میکنند که این پراف میسازه برای همون یک تا شدنش در کار میلیرد یک تا شروع بدیعی فرهنگ شدنش در کار همون با همون مماسه کنیم. در جلسه ریاست فرهنگی ولایت اساساً مسئله فعالیت شورای بدیعی در نزد اداره‌های رادیو و تلویزیون بررسی شد. مسئولان شورای بدیعی عاید به مسئله جای داشته اندیشه‌رانی نموده راه حل مشکلات را جستند. تأسیس شورای بدیعی در نزد هر یک تلویزیون مسئله دیگری جلسه بود که مورد محاکمه و بررسی قرار گرفت. عاید به این نوگان نمایندگان ریاست فرهنگ و هم وسایط اخبار عامه فکر و عقیده‌های خود را بیان داشتند. پیشنهاد گردید که شورای بدیعی نه در علاهیدگی بلکه متمرکزانیده شده در نزد ریاست فرهنگ باشد. یعنی نزد هر یک تلویزیون جای داشتن شورای علاهیده بدیعی این مشکلی حل نمی‌کند. بنابراین ما تکلیف می‌کردم که این متمرکزانیده شده نزد ریاست فرهنگ باشد و بگذار مثلا وای سراینده سراسیمی هیچ گامی یک موقع یا 15 روز یک بار هم جلسه جمع شود با شمولی مثلا بستک و آهنگساز و شاعر و نفرایی که مثلا ویژوالیزاسیون اون چیزی که ویدیویی میفهمند و یک کامپوزیسی کادر به هم میگذارن رژیسور و کارگردان و اشتراک کنن بهوتیان. موضوع مذکور خیلی مهم و حل طلب است. محاکمه آن بین مردم نه تنها یک دو سال اخیر بلکه از این پیش هم به میان آمده بود. نمایش دادن چنین کلیپترانه‌های کم مضمون یا در آهنگ و متن و خوانش ضعیف داشته نه تنها به صنعت ملی اینچنین به معرفت شعرشناسی و آهنگشناسی مردم تأثیر منفی میرساند. در جلسه ذکر شد که حمایه صنعت بلند ملی نیز از طریق سرود و آهنگ‌های بلند مضمون عبارت میباشد. محض از این خاطر ریاست فرهنگی ولایت تصمیم گرفت که با تشکیل جلسه مذکور برای باز هم خوبتر به راه ماندن فعالیت شورای بدیعی جدی کاربری کند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.